الله أكبر الله أكبر الله أكبر و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، در روایت ها ذکر شده است جسد پیامبر صلی الله علیه و سلم را حالا گور نکرده بودند و بلال اذان داد و وقتی که او به اشهد ان محمدن رسول الله رسید، او نگاه کرد ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود. در روایت ها آمده است که بلال نفسش تنگ شد و گریه کردن را آغاز کرد و همه اطرافیان او را گریه فرا گرفت و تا 3 روز دیگر بلال، الله از وی راضی باشد، کوشش اذان دادن را میکرد. هر باری که او به اشهد ان محمدن رسول الله می رسید، او گلوگیر می شد و بعد او پیش ابوبکر آمد و گفت ای ابوبکر اجازت ده من بروم. و ابوبکر گفت نه ای بلال، همراه من بمان، من به تو نیاز دارم. بلال رضی الله عنه گفت ای ابوبکر، اگر تو مرا به خاطر خودت آزاد کرده باشی مرا نگه دار، و اما اگر مرا از برای الله آزاد کرده باشی پس بگذار تا بروم. و ابوبکر، الله از وی راضی باشد، به او اجازت داد تا برود. و یک شب بلال رضی الله عنه خواب بود و او خواب دید و در خواب او پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای بلال، چی شده است که تو هیچ به زیارت ما نمی آیی؟ و او بیدار شد و با سرعت و شتابان به سوی مدینه سفر کرد و او نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و او به خانه عایشه نظر کرد و گریست و حسن و حسین آمدند و بلال باز هم زیادتر گریه کرد، زیرا که رسول الله آنها را دوست می داشت رضی الله عنهم اجمعین. و آنها گفتند یا بلال، یک باری دیگر از آن آخران بگو تا تو رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد ما بیاری. تنها یک از آن آخرین. و بعد یکی از آدمان گفت آنها نبیرگان رسول الله هند، از برای آنها اذان بده یا بلال. و او برای اذان دادن به بالا برآمد. او به همان جایی که همیشه با رسول الله اذان میداد بالا برآمد و گفت الله اکبر الله اکبر. مدینه به گریه آمد. الله اکبر الله اکبر. مردم در مدینه تکان خوردند آیا رسول الله زنده شد؟ آنها از آن دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد آوردند. اشهد ان لا اله الا الله. مردم از خانه های خود، از دکان های خود بیرون آمدند. اشهد ان لا اله الا الله. آیا رسول الله زنده شد؟ آیا رسول الله زنده شد؟ و هنگامی که بلال به این قسم رسید اشهد ان محمدا رسول الله، او گلوگیر شد و اذان را تمام کرده نتوانست. او از آنجا که اذان میداد پایان شد و در روایت ها آمده است من پس از مرگ پیامبر هیچ روزی را در مدینه چنین پر از غم و اندوه ندیده بودم تا روزی که بلال اشهد ان لا اله الا الله گفت. مردی که جامعه او را به قفس انداخت تا چون غلام زندگی کند، چون غلام خدمتکار باشد، چون غلام بمیرد و چون غلام به یاد آورده شود. و این بلال ابن رباح غلام حبشی است. بلال ابن رباح از پسترین غلامان بود. حتی او عائله نداشت.
نسب نداشت، ثروت نداشت، طرفدار نداشت، اما او پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنید و او آمد و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. او میخواست آید این پیام شنود. این یک پیام تغییر دهنده بود. این پیامی بود که حتی به غلام امید بخشید و بلال، الله از وی راضی باشد، اسلام را قبول کرد، زیرا که اسلام به او امید بخشید. بلال، الله از وی راضی باشد، به قبیله بنی جهم تعلق داشت. مادر او را نیز همچون غلام گرفته بودند و وی نیز به امیه بن خلف فروخته شده بود و بلال رضی الله عنه گاه می دید که چگونه امیه وقتی نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را می شنید توف می کرد. اما بلال رضی الله عنه این چنین پی برد که آنها هیچگاه چیزی بد آید پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی گفتند. و بعد چندی که امیه بن خلف فهمید که بلال اسلام را قبول کرده است، در روایت ها آمده است که او را عذاب و شکنجه کردند و آنها می گفتند ای بلال از دینت برگرد، اما او می گفت احد احد. آنها می گفتند بلال و لات و عزا ایمان بیار، اما او می گفت احد احد. یگانه مردی که آنها شکست نتوانستند این بلال بود، چون که بلال آنها را شکست داد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این شکنجه ها را می دید و یک روز آمده و به صحابگان رضی الله عنهم گفت آیا نفری هست تا بلال را بخرد و آزاد کند؟ و ابوبکر رضی الله عنه، ابوبکر بود، بله ابوبکر، و او نزد امیه بن خلف آمد و به او گفت بلال را به من بفروش. امیه بن خلف گفت خوب، من او را به تو می فروشم، چون که تو بودی که او را فسادکار کردی. پس ابوبکر گفت بلال را با چند پول به من می فروشی؟ امیه گفت با 10 تنگه طلایی می فروشم. و ابوبکر الله از وی راضی باشد به خانه اش رفت و 10 تنگه طلا آورد و به امیه بن خلف داد. امیه خنده کردن را شروع کرد. ابوبکر رضی الله عنه گفت ای امیه چرا می خندی؟ امیه گفت ای ابوبکر، به الله قسم اگر تو با من سودا می کردی و من به 1 تنگه طلا بلال را به تو می فروختم. ابوبکر رضی الله عنه به امیه نظر کرد و گفت ای امیه قسم به الله اگر تو با من سودا می کردی و از من 100 تنگه طلا برای بلال درخواست می کردی، من به تو 100 تنگه طلا می دادم. ابوبکر او را خرید و آزادش کرد. و ابوبکر آید بلال چی می گوید؟ او می گفت بلال سرور من است. عمر ابن خطاب می گفت ابوبکر سرور ماست و او سرور ما را آزاد کرد. ابوبکر بلال را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد و بلال خیلی دردمند بود. اما وقتی او رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید، همه درد و عذاب بلال دور شد و او تبسم کرد و از چشمانش اشک جاری شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کرد و بلال را به آغوش گرفت. بلال در آن لحظه از همه خوشنودترین و خوشبختترین انسان بود، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا بود و برای پیشواز او برآمد. بلال ابن رباح همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرد. در شهر مدینه او حیات خود را برای خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشید تا دمی که عبدالله ابن زید خواب دید آید از آن و او به سوی پیامبر الله شتاب کرد و گفت یا رسول الله، من خواب دیدم که در آن ملائکه نزد من آمد و این کلمه ها را به من آموخت
پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نگفت که بله تو عرب هستی و تو باید از آن را دهی. بله تو آن نفری هستی که این خواب را دیدی، باید تو از آن دهی. چنین نگفت. او گفت بلال کجاست؟ و او بلال را صدا کرد و او از آن را بیاموز و از آن را به بلال رضی الله عنه آموزاند. و اولین بار در تاریخ اسلام او بالای مسجد نبی برآمد و با صدای زیبا و بلند و خیلی قشنگ خویش اولین بار بلال گفت الله اکبر، الله اکبر. مردم مدینه آنها این صدا را شنیدند. کسانی که کار کرده ایستاده بودند کار خود را بس کردند. آن مادرانی که خوراک پخته کودکان خویش را نگهبانی میکردند آنها همه را توقف کردند. آنهایی که تجارت میکردند خرید و فروش میکردند همه را پرتافتند و همه آنان سوی مسجد نبی صلی الله علیه و سلم حرکت کردند. حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. صدای از آن روز بعد بلال، الله از وی راضی باشد، مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم دانسته شد. چند وقت گذشت و روز فتح مکه فرا رسید. و چی روزه؟ پیامبر الله شهر مکه را پنهانی ترک کرده بود. اما امروز در مرکب خود با 10,000 مجاهد با فروتنی و احترام پیامبر الله به حرم می درآید و قریش پراکنده شده به هر طرف حرکت می کند و پیامبر الله در دروازه حرم ایستاده به آنها می گفت چی فکر دارید؟ آیا من با شما چی خواهم کرد؟ آنها می گویند تو برادری بخشنده هستی، پسری برادری بخشنده. او گفت همتان بروید، همتان را بخشیدم با آنچه که به من و اصحاب من کردید. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم می گوید بلال کجاست؟ و بلال می آید و این گوش اندازید. قریش نظاره کرده ایستادند. ای بلال بالای کعبه برا. و بلال جهیده بالای کعبه می براید. او چند لحظه باز می ایستد. سبحان الله. صحابگان آن روزهای را که نمی توانستند آشکارا نماز گذارند به یاد می آورند و بلال در بالای کعبه اذان می دهد و می گوید الله اکبر، الله اکبر. الله پاک است. غلام از حبشستان در بالای کعبه است. این است که من می گویم عزت اسلام. بله عزت. و 3 مشرکان بودند، عتاب ابن اسید، حارث ابن هشام و ابو سفیان. عتاب می گفت که من خوشحالم که پدرم این روز را ندیده از عالم گذشت. سیاه پوست در بالای کعبه دارد از آن می دهد. و حارث گفت اگر من می دانستم که محمد در حق است من او را پیروی می کردم. ابو سفیان گفت من هیچ چیز گفتنی نیستم، چون که شما می دانید این ریگه که اینجاست به محمد خبر می دهد آنچه را که من می گویم. بعد از آن که بلال از آن را داد پیامبر نزد این 3 نفر آمد و عیناً همون صحبتی که داشتند و آنها نقل کرد و آنها گفتند آخر اینجا هیچ کسی دیگری نبود تا حرفهای ما را شنود. عتاب و حارث در آن هنگام اسلام را پذیرفتند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم با بلال چی کرد تصور کنید. او نمونه جامعه را نشان داد که برای سخن آن آمده بود. جامعه که بلال بندگی انسان را ترک کرده به بندگی الله سبحانه و تعالی رسید و چگونه الله مقام او را بالا برد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم با این مسئله ها سر و کار داشت که نجات پرستی 1400 سال پیش بود. و بعد زمان فتح مسجد اقصی فرا رسید. پادشاه گفت که من تنها کلید را به عمر ابن خطاب می دهم
و عمر ابن خطاب از مدینه به مسجد الاقصی سفر کرد. همه صحابگان آنجا بودند. ابو عبید ابن جراح، شرحبیل ابن حسنه، خالد ابن ولید، معاذ ابن جبل آنها نزد عمر رفتند و گفتند ای عمر، از بلال خواهش کن تا اذان بگوید. و عمر از بلال خواست تا اذان بگوید. و در روایت ها آمده است که وقتی که بلال به اشهد ان محمدا رسول الله رسید، آن ریشه که صحابگان داشتند وقتی اسلام آورده بودند سیاه بود و حالا سفید شده بود. آنها در اشک فرو رفتند. آنها عمر ابن خطاب را تسلی می دادند، چون که با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بودنشان را به یاد آوردند. و این فضیلت عجیب بلال بود، چون که او در حرم مکه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچنین در مسجد اقصی اذان داده بود. و بعد وقت بلال الله از او راضی باشد از دنیا گذشت، در روایت ها آمده است پیش از مرگ بلال در دمشق زوجه او می گفت چی اندوه، چی غمگینیه؟ بلال گفت نه، بلکه بگو چی خوشنودیه. او گفت فردا من پیامبر صلی الله علیه و سلم را و صحابگان را وامی خورم. بلال رضی الله عنه در سال 20 هجری از عالم گذشت. وی را در دمشق مقبره بابی صغیر به خاک سپاریدند. اما این مرد که شاید آنجا گرانیده شده است، به الله که تقدیر او جنت است. در روایت ها آمده است که بلال رضی الله عنه هیچ فرزند از خود باقی نمانده است. در اصل او هیچ مال از خود نمانده است. او در کمبغلی از عالم گذشته است. اما شما میدانید که میراث بلال چی بود؟ این اذان بود. از نسل ها به نسل ها مسلمان ها اذان را پذیرفتند. از استرالیا تا کانادا، از چین تا ارژانتین، از موریس تا ایسلندیا و روزانه میلیون ها بار اذان گفته می شود. سنت بلال احیا می شود.